23 ماه سال 2023 در شبکه اجتماعی فیسبوک خبر جا داده شد که مؤلف اون برای نجات جان یک سگ که در جزیره درود ورزاب مونده و امکان بیرون رفتن از آن را ندارد دعوت میکرد. مرکز مطبوعات کمیته ولایت‌های فوق‌العاده تاجیکستان خبر داد که برابر دریافت این خبر نجات دهندگان ریاست ولایت‌های فوق‌العاده شهر دوشنبه به جای حادثه روان شدند. ساکنان محلی از آن در اضطراب بودند که این سگ بی دفاع از این قطعه زمین با آب احاطه شده چگونه خود را رها کند. ساکنان گفتند که اینک 4 شبانه روز است که سگ در آنجا در بین دریاست. امدادگران به جای حادثه رسیده با یاری زورق و تجهیزات‌های مخصوص دست به عملیات نجات زدند. جریان تیز آب کار امدادگران را به مشکل روبرو میکرد. این بود که نجات بخشان مدت 2 ساعت تلاش کردند حیوان بی زبان را بدون یگان آسیب جسمانی نجات دهند و در زورق به ساحل آورند. در نهایت این کار به آنها میسر شد و سگ را بعد 4 شبانه روز از بند رها کردند.